بسم الله الرحمن الرحیم. به حول قوه الهی کتاب نقادی عرفان حلقه که پارسال به دفتر تبلیغات قوم و دوستان وعده کرده بودیم، این کتاب به حمدالله آماده شده. حدود 10-12 تا موضوع انتخاب شد و به اساتید بزرگوار و محققان این عرصه سفارش شد که از مجموع آنها 5 تا مقاله انتخاب شد که انشاءالله به زیور طبع آراسته خواهد شد. همه زوایای عرفان حلقه، هم به لحاظ مبانی، هم به لحاظ شیوه ها و هم رویکردهای درمانی و فرادرمانی، اینها مورد نقد عزیزان قرار گرفته و کتاب بسیار جالبی است و امیدواریم که محققان و دوستان عزیز دیگری که احساس وظیفه میکنن در این عرصه انشاءالله بتونن آثار نفیستر و بهتری رو تو این عرصه ارائه بدن. زحمات اصلی این کار رو محقق بسیار تلاشگر و زحمتکش و با انگیزه جناب حجت الاسلام و المسلمین انهاری کشیدن، مشوق همه ماها بودن، پیگیری های مستمرشون در این کار بسیار تاثیرگذار بود و در واقع این کتاب به کوشش این عزیز تهیه شده است و یکی از مقالات خوب ایشون هم تحت عنوان معراج حج حلقه هم در این کتاب هست و انشالله این فتح بابی باشه برای نقادی های علمی و فلسفی همه نهله های نوظهوری که متاسفانه از فضای فرهنگی و علمی و عرفانی کشور ما استفاده میکنن و شبهاتی رو در ذهن فرزندان ما ایجاد میکنن برای اینکه تنور فعالیت اونها داغ بشه. اونها رویکردهای درمانی میدن، جنگیری میدن و در واقع برای شادابی و تلطیف روح انسان ها نسخه‌ای را میدن که وقتی که ضایعات فراوانی از خود به جا گذاشت انسان متوجه میشه که اینها در اصل باطل بوده و بزرگترین مشکل فرادرمانی همون توهماتی است که در قالب بسیاری از مباحث علمی ارائه میشه. در این راه بعد اصلی تحقیقات حقیق خیالشناسی عرفانی بود. به این نتیجه رسیدم که واقعا از اساس این حرفها باطل هست و در حقیقت به این نتیجه رسیدم که نه اعتبار علمی داره این حرفها و نه ارزش درمانی و پزشکی داره این حرفها و ما هم برای خدای نکرده تخریب کسی یا به نفع کسی حرف نمیزنیم. بینی و بین الله شهادت میدیم که با توجه به مطالعات میدانی که خودم تو این حوزه داشتم با این افراد هم با ما صحبت کردم، مطالعات من فقط کتابی نبوده، به این نتیجه رسیدم که واقعا جاء الحق و زهق الباطل من باطل کان زهوقا، در اصل باطله. ما با داشتن قرآن و معارف اهل بیت هرگز نباید اجازه بدیم که اینها فرصت جولان پیدا کنند یا خدای نکرده خلایی برای فرزندان ما ایجاد بشه، زمینه‌های فراهم بشه که گرایش پیدا کنند به این افراد و بعد از اینکه خسارات فراوان روانی و مالی و اخلاقی و فرهنگی و سیاسی جامعه وارد کردن، حالا اون موضوع دست و پا کنیم که چیکار کنیم، جمع کنیم. بهتره که ما مبانی عرفانی خودمون رو از دل آیات قرآن، روایات، آموزه‌های اهل بیت استخراج کنیم و غنا ببخشیم، هم در محیط‌های آموزشی و دانشگاهی، محیط‌های فرهنگی، تبلیغی این غنا رو ایجاد بکنیم تا جوان ما احساس نکنه که با داشتن اسلام نیازی به نهله‌های دیگر فکری و فلسفی هست. اتفاقاً از منظر دین و اعتقاد انسان به نقد نهله ها، حتی مطالعه مکاتب دیگر فلسفی و علمی بنشینه، نتایج خوبی خواهد رسید. این چیزی که
خود همه محققان و فلاسفه که توی عرصه کار کردن شهادت میدن. و چرا؟ برای اینکه غنایی که در مکتب ما هست و تعالیم مکتبیت هست ما را بی‌نیاز میکنه که فضای خلای ذهنی و فکری برای جوان‌ها ایجاد بشه، گراش بده. یک جوانی به بنده گفت، به بنده فرمود آخرین نصیحت شما در خصوص نهله‌های کاذب عرفانی چیست، مخصوصاً به ویژه عرفانیه عرض کردم بنویس. گفت شما روی کتابم چیزی بنویسید که هرگز فراموش نکنم نصیحت شما رو. همین شعر رو نوشتم. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. بردویدی چون که دو خوبه کو تو را پای جهاد و مرحمت. آره باش امضام کردم. و ایشون به من گفت من هر موقع این شعر رو نگاه میکنم یاد تذکرات حضرت علی